حالا اشتنیم خوبی؟ جان شما جوره و خیریم سلامته. شکر شما خوبی؟ الحمدلله. خونه خیریته؟ شما چی حال داره؟ شکر. خدا قوت خدا قوت. خدا نگهدار. مونده نباشیم. جور باشیم. به 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 ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یعنی کار دیگونی دیگه کاری. خوبیم برو من. جان شما جوره. سلامتی خیریت ان شاء الله. شکر. زن برو مینام خوبم خیریت یار خوشحالیم. مونده نباشیم. سلامت باشیم زنده باشیم. همین تو کمودم خبری بگیرم وانه بیلم گذشته. باش که خود شما ما چیکار کنیم بشینید؟ بابا نه بشینید. نمیشه برارم کما که کارم دارم میتونم که شما رو ببینم. یه حرفا چی برار جون؟ چه خبره؟ خیریتی ان شاء الله. شکر الحمدلله. الهی شکر. برار گلم قرار از مزاحمت ای بود که هم خبری از شما گرفته باشم. بله هم کمی خیریت از باز همین دومات شما. بله بیامد به باغچه. پیش شما؟ بله چرا؟ خدا دیگه چرا شما بیتر میفهمیم دیگه برار جون بده که اطلاع ندارم. باز مثل که باز سویلا مثل که باز برادر باز جنگ کردن باز نگاه داشتیم به خونه نگاه داشتیم. ها چرا با چه کار کردن؟ ای نمیفهمی به گپ نمیفهمه. این انسان نیه این فهم و شعور نیه. تا به خونه میای یعنی به خونه نرفته. خب مگرم همه چیز حاضر باشه بده. خب هم یک دقیقه دست شور میزنه. آخه یاد شما نیه 5 بود پیش بود 3 بود پیش بود کمی بیچاره بزد با پاکستان بردم 6 ماه پیش بود و قضیه خبر دارم دیگه 6 ماه پیش سر اشته شده بود دکترها چی گفتم تا آخری و بیچاره خوب شد وردشون بیاوردم بله باز حالی هر دم میای بعد زن مام زن یعنی با دوباره میگیم جنگ کردن ها با دوباره زده من اون بزده ها برفت تو بیاوردم به خونه خود بیامده به در سرا خدمه جنجال میخوره خب به می ریش سفید دست خوب سرما بالا کرده یعنی زن رو بده که ببرم زن کجایی تو با خدا من با داخل باغچه بودم لالا گل من با داخل باغچه بودم در زد بیامد دیگه شروع کرد به ابوالفضل که به خدا اشتباه کردم نفهمیدم کلمه که دور زده بود گفتم برو خود همیشه دور میزنه گفتم برو رو خود بگیرم من گفتم چه کار میتونم برای تو بکنم گفتم من چه کار میتونم برای تو بکنم گفت بریم دستش مرا بوس کرد گفت بریم من پیش برار من ارز زهری خیریت چیزی بکنیم معذرت خیلی بکنیم با خدا دیگه دست بلند نمیکنم چه کار فلان دیگه چی نمیکنم اصلا نه او آدم نمیشه چی میگیم برار من چه کار کنم هیچ کار من قولی ندادم برای او باور کنه نه خوب کاری کردی من قول ندادم گفتم من نمیتونم به نمایندگی گفتم چی کنم ولی میرم پیش اینا وجود آدم دیگه من دختر بدینیم زن بدینیم که زنی برار جون چی کار نمیفهمم خوب بفهم اما هر رقم خود شما میفهمید دیگه به خدا من نمیفهم فقط قولی بدادم به عنوان یک مرد گفتم میرم پا میگذارم سول اشتی غمی نداره بالاخره ها که ببینم آدم نشو ببینم چه کار میشه بخیر ان شاء الله ام کاسه به سر خسور حکم پیاده میده بله برو راست بگین خب ولی نمیشه این دفعه بزرگی کنیم نه بگذاره که برای تفلک برم سر خونه زندگی خوب بره اصلا راه نداره این گفت شما نزنه شما میفهمم آخه قرارزاده شما میفهمم واقعا خب چه کار کنیم دیگه راه داریم با دیروز بعد به یک میمونه بیاره بخونه من گفتم سر از اینه که می زندگی از هم دیگر نپاشه نمیپاشه دیر آیت درست داره یعنی باز غی میکنیم باز بیکار میفهمم خب خیر باشه برو باش که چند تا بیل دیگه هم بزنم نه بشین باشه غمی نداره دیگه من میرم من همینا شوره دادم خب بعد اینا تاوری کنم بخیر باشه بخیر باشه ان شاء الله خب برو رو کار نداریم جور تیار باشه من میرم زنده باشم جان بریم موفق باشیم میرم خداحافظ شما خداحافظ سلام بگین زن برو و دختره که سلام بگیم خداحافظ شما خداحافظ سلامت باشه زنده باشه بفرمایید یا الله بفرمایید کس نیه برم نیه یا خوب نمیشه اخی خوش آمدن کاکا خوش باشی سلامت باشی قربان میگم مونده این باشه به شما چای هم بیارم نه چای که لازم نیه نفهمید خونه که میگن همه از قدیم گفتن خدا خونه هیچ کس بی بلا نکنه بلا که میفهمه به شرطی که مردمو خونم بفهمه ارزش و احترام همو بلار باید بفهمه بسنجه پیش خود خوب والا به همین دو ماه کاکا خیلی واقعا بفهمیدم بسی بگم چه کار شد من الان پیش برار خوب رفتم خب او خیلی ناراحت از دست تو
تو روز داخل باغچه محمدی نگفتی که خود برار ما هم درگیر شدی؟ نه جوان، تو به ما نگفتی خود برار ما محمدی درگیر شدی؟ به خدا اصلا خود بکا کنم واقعا همینطور. نامرد خسرو حکم پدر داره. باور کن اگه من خبر می شدم که تو خود برار ما درگیر می شدی اصلا اون داخل می خونی تو هم نمی آمدم. همینه که فقط مردم تو قول دادم گفتم این مثلا من میام پا میگذارم خدا کنه که برار ما حرف من قبول کنه که زن تو بیا بخونه تو. کاکا جان من بازم گفت بیامدم پیش شما معذرت خیلی کردم شرمنده بودم دست شما بوس کردم گفتم خیلی نفهمیدم جاهل بودم جوان بودم نفهمیدم. دفعه چندم واخه جاهل بودم نفهمیدم دفعه چندم واخه بابا یک دفعه دیگه دور از جمع ما و تو خر میگم پای با پول تا میره 100 دفعه تا نمیره دیگه. خب میگم چی گفتن حالا خسرو چی گفت؟ قبول نمیکنه لالا. یعنی خسرو قبول نکردن. قبول نکرد. میگم کاکا جان احترام شما به سرچیش بیامدم به باغچه دست شما بوس کردم خود شما سلام مصلحت کردم مشورت کردم گفتم حمیته بریم خسرو من بفهم که من حمیته جوان بودم جاهل بودم نفهمیدم اما از این به بعد هر ساز زد خسرو برقصیدم اما دست ما آزاد هر جا رفتم باز نگم که چرا دو ماه نرفتی خدمت مصلحت نکردی این کار کردی بدون مصلحت من بده دیگه بیامدم دست شما بوس کردم. یعنی من جلو برار مرداری تهدید میکنی؟ تهدید نمیکنم چرا زن من نمیگذاره هر سازی بزد برقصیدم هر گپه بزد بگذارم. گودو ساز رقصینی میتونم از تو بپرسم به گودو ساز ترقی بیامدم دارم سرا بدیدم که خودم بیابی که خودم گیلک من تو 3 نفری بزدن نمیفهم کی بود بعد از گفت این کارا کردم به سرمه همین 6 ماه پیش که می غلط کردی زدی و بتو تا باغچه‌ام اختلاط کردم این قدمت گپ زدم تا آخر برار ما قبول کرد که دختر خور ری کنه بخونه تو باز تو چه کار شد که باز شروع کردی؟ خب نمادم معذرت خیلی نکردم از شما. آخ تو هر 6 ماهی مگر یک به اون دختر مسلمان رو بزرگ دستباخ کنی بزنی؟ خب چه کار شد زنشوی دیگه دعوا میکنه این گپا بین اون زنشو هست دیگه قرار نیست که هر دم که من برم جای بین زنشوی یا زدن تو نرو لالا بشی به سر جا خوب بشی. مقصد من قبل شما بگم کاکا جان از این به بعد دیگه دست ما داد هر جا رفتم باید گله نکنیم که باید به چه نمیدی و چه کار من خود من میرم دیگه من ولایت رفتم به قمندانی رفتم به هر جا رفتم من میرم دیگه اون سه کن زن نمیده یا نمیده. واه 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 باشه من به شما چای بیارم. بشکشیم هم دست بلند که هم برای دختر مسلمون رو بزنم باز صدایم بالایه. سلام گفتم چشم خسور منه کلون منه به جمع پدر منه نفهمیدم جاهل بودم جوان بودم بیامدم گفتم کاکا باشه خود شما سلام مصلحت کنم آخر برفت من هم خبر بریم آورده ما باز میفهم خود خسور خود چه کار کنم. خب مثلا من چیکار کنی؟ باز دو وقت میفهمی. خب نه من میگم بفهم مثلا من چیکار کنی؟ من؟ باز میفهمم من به قمندانی رفتم از عرض کردم از او چرا زن من نمیگذاره؟ به چی دلیل نمیگذاره؟ زنشوی هم دعوا که اختلاف دل خیره. بابا دعوا یک چیز جدایه زدن یک چیز جدایه لالا متوجه گپ زدن خب باش فهمیدی و تا خونتون و احترام تردانم چیزی به تو نمیگم. من احترام شما اگه مسئله به شکایت باشه که او میره شکایت میکنه به خدا به قانون اگه پاتو را بفته پشت کمرتون یک بوجه بالا میکنم چایم مال خود تو فهمیده شد؟ نه اینم دیگه رقم تهدید بکنی. زن من نمیده فکر کنم باز ما چه کار میکنم شما که به خوبی نفهمیده.
ماما 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 بله بیاید تا اینجا. واقعا هر روز دیگه شیرا شما بیتر میشه. هم هر جایی برای تعریف میکنم میگم خدا خیر بده. واقعا خیر می‌بینیم واقعا خیر می‌بینیم. اون پول رو بده. پول دست شما ندادم. دست من. همون دکاندار نداد دست تو گفتم بگه کیسه کنه. همون بابا دست تو داد مرگی نکنه. همون نگفت چه کیسه خو. نه بابا. تو این کیسه وقتش تو بود بابا. چه کیسه خالی بکنه. نه بابا. بابا کیسه ما هم شکر به کیسه تو کنیه. نه به کیسه ما نیه. کیسه کو بپالا که خیلی کم پولی نبود خدا جواب از این مسلمان چی برام. تو این کیسه خو وقتش تو بودم. آخ بجا کیسه خو ما کیسه ما نیه. البته بکنی کیسه کنیش. تو این کیسه خو. به کیسه کسی پول می‌خواد آخه. ما با این واسه تازی کیسه کو نفت گفتم تا چرخ میفته که به دست تو دادم که گوش کنید دگال پولا میگیری بفتاده. دست شما بچه چه کار کنم واقعا دست از اینا چه کار کنم برو با خدا دیوانه شدم دست از اینا من برو خوب برم او برا رسایی میکنی کیسا خود من میاخه کجی بودم یاد منه که به دست تو دادم من چی چه خواهم میکنی ما زندگی نیه دیگه نیه با خدا با دیوانه شدم دست اون سعی کو برم تسکل خسار خوب برده به ساده 20 روپیه ولا داده به ساده 20 روپیه کاری گلوبند طلای خریدم تقلبی چه کار کنم الان دست تو؟ خدا با یک کیسه خود گذاشتم. آخ میگی با خدا به کیسه خود به تازی کیسه خود میگی تازی کیسه کسی پول میگذاره. شما مجموع آدم کلان به دستون به چشته پول دادید. من چی خبر داشتم؟ کوی تو کار به سر میکنم. کی به دست از یا ما دست چه کار کنم آخه؟ من چه کار کنم آخه؟ ها؟ تو بگو این سه کنم همه حساب با شما خراب کردی. تو میگی بده به دست من پول بدی این میگه به دست من بدی پول فقط با اون خوب پول ندیدی. خاکم سر شما باشه آخه چه کار کنم از دست شما دیونه شدم با خدا دیونه شدم مادر تو بگی بیکار بردار خودی خوب ببر من میتونستم این شیران یکه بردارم ببرم به شهر نمیتونستم یکه نمیتونستم خیر باشه اخلالا تا به که خیر باشه من دیونه شدم از دست از اینو یکی که دست از این برو را خوب برو خوره او یکی دیگه دیونه خدا ایر سعی میکنی ایر با تو سعی کن همه اصلا من میخرم کرد بدیم پولار به دست ما بابا پولار به دست ما بده بله خیر باشه ماما خیر باشه بخیر بیری سکو کوچه به کوچه برای پولا میگردی میفهمی یا نه اگه پول نوردی به سرا نه که باور کن تو ریزه میکنم برو خیر باشه برو ماما دیوانه شدم از دست از این بچه ها چه کار کنم آخه شما می به من روشن نشده والا بچه دیگه بشود دیگه بچه ما ولی یک روزه دو روزه باور کن شما به جمع نباشیم به روخ میریم از دست از این بچه ها ولی جواب شما چی بود شما میگه اخلالا شما میگیم خیره باشه باور کنیم من که دیوانه شدم از دست از اینا من به روح برم از دست از اینا چه کار کنم باور کنی حساب به من نمونده یعنی چه کار کنی خوش شما دارم من نمیفهمم چه کار کنم من که حال گیج شدم باور کنی نمیفهمم حال اشته به سرا برم باور کنی اگه بفهمم که دو رو من میرم اما جان شما میگیم چوب باش باور کنی که از این 6000 روپیه من یک هفته زمان نکشم یک هفته 500 روپیه مثلا از این هر دفعه بالا میمونه من کی میتونم پولا شما رو بدم آخه شما صبح کارم کنید چای بخورین خیلی بالا که شد دیگه چای کنه خودشون آخ شدیم معمولی یک دفعه دو دفعه هر چی بدبختی میگم به سرما آدم باشه مجبوریم تحمل کنیم ولی چیکار کنیم میشیم مجبورم تحمل کنم چیکار کنم معامله لتکوپی اینیه که من ببرم تو تکاگه باشه باید بشینیم پیاله چای بخوریم بریم فعلا بفرمایید